دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای پناهجو نیوز خوش آمدید. در این ویدیو میخوایم که در مورد کمپ های مهاجرین در آلمان صحبت بکنیم. من در اوایل سال 2022 وارد آلمان شدم و 2 ماه در کمپ های آلمان زندگی کردم. این ویدیویی که بر شما نشر خواهد کردم مربوط اوایل سال 2022 است، اما ویدیویی است که مفید است و شما میتونید با این ویدیو با شرایط زندگی در کمپ های آلمان و کمپ های آلمان آشنایی پیدا کنید. به اینکه ادامه ویدیو را با من همراهی بکنید. چینل پناهجو نیوز را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار بدین تا از خبرهای جدید مهاجرین و همچنین از ویدیوهای معلوماتی ما با خبر باشید. دوستان عزیز سلام. من در کمپ بتبورگ، افا بتبورگ در شهر بتبورگ، نزدیک شهر بتبورگ زندگی میکنم و امروز میخوایم که برای شما این کمپ نشان بدم و ای که اتاق که برای ما دادن داخل کمپ چگونه است من همراهی بکنین تا بیشتر از زندگی در داخل یک از کمپ های آلمان آشنا شوید. این نمای بیرونی کمپ است. در اون جایی که گارد میبینین در اونجا آشپزخانه است و سه وقت غذا از اونجا میتونیم بگیریم. دارای 2 ساختمان است، یک ساختمان زرد و یک ساختمان آبی و این اتاق است که ما در اون زندگی میکنیم. 4 دانه تخت داره، یک میز با 4 دانه چوکی و همچنین امکانات، یک انباری که لباس های خودم میگذاریم و اینجا دستشویش است. فعلا البته دستشوی مشترک است. 2 دانه قسمه که مثلا ما در این اتاق زندگی میکنیم و پشت از این پشت مکاسی یک دستشوی وجود داره و در پشتش یک اتاق دیگه است که تشناب بین مشترک است و 2 اتاق پشت 2 همسایه زندگی میکنه. این اتاق است که من زندگی میکنم و امکاناتش خیلی خوب است. من قبل از در کشور یونان بودم. در یونان همچین امکانات نبود. ما در کمپایی که زیر خیمه بعد از او در شلترها در داخل کونکس میگن یا یکی کانتینرهایی که برای مهاجرین داده میشه زندگی میکردیم. بعد از دارم در کمپ تیوا که بودیم خوب بود. یک اتاق کامپلکس بود، 2 اتاق داشت. زندگی در کمپ تیوا بهتر بود، اما امکانات اینجا بهتر است. این هم از نمای بیرون کمپ بتبورگ است. 2 تعمیر داره، تعمیر زرد و تعمیر آبی و خانه ما هم اتاق ما هم دمی تعمیر زرد در منزل 4 در اتاق 482 ما آخر است که انشاءالله از داخلم براتون فیلم خواهد گرفت. گردنش مارنست خالی لبش جارنست چطور کنیم صوفی جان خیجه کدام بارنست به پای تو میام هر جا بری، گوش به حرف تو میدم هر چی بگی. من گذشتم همه برای تو، جونم و برات میدم به سادگی.